عزیز، سلام و درود از یک موضوع خیلی زیبا، خیلی افسانه‌ای تاجیکستانی عزیز از ناحیه عینی درود میگم به شما. گفتم که چوبینی خیلی قدیمی که فکر میکنم هر یک انسان آرزو میکند که بره در آن خیلی یک طبیعت زیبا قدم بینی هست و استراحت کرده باشد. اما ما نه با مقصد استراحت بلکه با مقصد سب یک خیلی جالب اومده اینجا. از این پروداکشن برنامه‌های جدید خود رو ادامه می‌دهد و چند لحظه خانه‌های زنگی می‌رود و منظرهای زیبا به شما خیلی جالب را پیشنهاد می‌کنم. شما همسفر باشید. در جوانی طاعت چندان نکردم وای وای، طاعت شایسته رحمان نکردم وای وای، طاعت شایسته رحمان نکردم وای وای. کار شیطانی مرا از راه حق گمراه کرد، پشت بر فعل بد شیطان نکردم وای وای، پشت بر فعل بد شیطان نکردم وای وای. از برای توشه فردا نکاشتم دانگی، یک گل از باغ عمل خندان نکردم وای وای، یک گل از باغ عمل خندان نکردم وای وای. با پدر نااهل بودم از غرور جاهلی، با برادر شفقت و احسان نکردم وای وای، با برادر شفقت و احسان نکردم وای وای. عمر خود برباد دادم از برای نفسشون، یک نظر بر اهل گورستان نکردم وای وای، یک نظر بر اهل گورستان نکردم وای وای. در جوانی طاعت شایسته ام مشکل نمود، مشکل خود را چرا آسان نکردم وای وای، مشکل خود را چرا آسان نکردم وای وای. نه طواف کعبه و نه خدمت صاحب دلان، هیچ الطافی به درویشان نکردم وای وای، هیچ الطافی به درویشان نکردم وای وای. در قیام و در رکوع و در سجود و در قنوت، یاد حشر و نام او میزان نکردم وای وای، یاد حشر و نام او میزان نکردم وای وای، یاد حشر و نام او